انک تو خدا را ببین، نه استاز تا ببین، نه پیر تا ببین، نه معلا را ببین، نه مرد ببین، فقط خدا را در نظرت بیار. ببین ان تعبد الله کانک تر الله، ان تعبد الله چنان پرستش که خدا را که گویا عیناً تو تر الله خدا را دیده است. دیگه خدا را نمیبینی، برای که وجوهی یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة. در قیامت خدا را میبینی، یا جای دیدن خدا نیست. اگر خدا در این جخشه نشان بده دیگه یا این دنیا دیگه دنیا نمیشه، دیگه هیچ که کافر نمیشه، این دنیا دنیا هم نمیشه، هیچ کس دیگه کافر هم نمیشه، منافق هم نمیشه، دیگه همه سر و سجدن. این دیگه مردم هم اینجا بیده جوین هم بیان میگه بس در کار نیست. برای میخواه الله سبحانه و تعالی را اعلان کرده فإنه یرا، حیاتی تو عبادتی تو چنان باشه که تو خداوند دیده. برای ما ایمان ما همون درجه کامل می شود که عقیده ما همینطور باشد که در جميع احوال الله ما را میبیند، الله ما را میبیند. و یک قصه دیگه گفته بودم که یک میگه عالم سر درس میگفت شاگردا را، نمید هم شاگردای شاگردش بسیار دوست میداشت، برای اینکه نظر میکرد عقیدش دیگر بود. قرآن و معنای قرآن خیلی در او تاثیر کرده بود. دیگر شاگرداش حسد میبردن که چرا ما خدمت ای زیادتر میکنیم و ایرا مقدم میدارن. ایرا میفهمیدون یکی سیر در درون پوشیده بود، داملا نمیگفت. یک روز میگه یک داملای دیگری یک بزرگواری آمد ایمان شد، و همه را اگر به همین یک شکلی دانش ندانانم ای در دل اینا گویا ابدی میماند، عقیده اینا کج میشود. بعض اون یک گفت ای بسیار مردی دوستی ما، عزیزی ما، در دیار ما قطعی 60 سال تحصیل و عبادت کرده هستیم و در ما آمده است، یا احترامش کنیم، احترام عالم واجبه. و میگو همونجا مرغا هستن، هر که یک مرغ بگیره برای بکشه، میگه در یک جای بکشه که هیچ کس نبینش، هیچ کس نبینش، خوب دیگه خلوت جا بکشه. هر که یک کار شکلی تو 4 مرغ گریفتن، 5 مرغ. او شاگردی که بسیار اعتقاد عقیدش به خدا وزمین بود، او هم یک مرغ گرفت رفت، اونه که خلوت بکشه. اندیشه فرو رفت، هر کدومش برده یک پسی دیوال نظر کرد هیچ کس نیست، بسم الله الله اکبر گفت کشتش. اما آن مرد شاگردی که نغزش میدید که عقیدش صحیحه، ریا نداره، فقط کارش خداییه، و هم کارچه در دستش مرغ زنده خطی آورد نکشته. و بگی تو چرا نکشتی؟ داملا آویدیدش برآمد گفت تقصیر شما گفته در یک جا بکش که هیچ کس نبینه، نه همون پسی تیپه رفتم، هر طرفی را نظر کردم خدا همونجا دیده، هیچ جای پنهان نیافتم از خداوند. گفت شما را گرفت آمد. بعد دیگه داملا سرش خم کرد آویده شد، اونا هم کشتگی خونم، اونا بس به خود آمدن که ایمانی ما دیگه بدست، ایمانی دیگه بدست، ایمانی ما ظاهری بدست، ایمانی حقیقی بدست. خدا را در جميع احوال حاضر و ناظر ما نمیدانسته است، خدا را ای حاضر و ناظر میدانسته است. برای همین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت فإن لم تكن تراه فإنه یراک. اگر تو خدا را نبینی دیگه هم خدا در دلت بیار که خدا تو را دیده است. الله بفرماد در قرآن ولا یخفی علیه من شیء، ولا یخفی علیه من شیء، پوشیده نمیماند بر خدا هیچی چیز، هیچی چیز. حتی یک مرچه که میگوید مولانا یک مور در درون سنگ مرمر سیاه
در دهن همو یک الله همو را اوقات شده همو جا خلق کرده یک برگی سوز همو میخوره کرش همو را الله میدونه ولا یخفا علیه من شیء پوشیده نمیماند بر خداوند هیچی چیز آیا کسی که الا یعلم من خلق تبارک میفرماید سوره من آیا نمیداند او کسی که آفریده است راست کرده است با حکمت امرش در شکم مادر یک قطره آب ویتامین صورت کشیده است دل در کجا پیدا کرده اعضا را او الا یعلم او نمیدونه کسی که خلق است نمیدونه آیا مال یک استا بیارم به خونه را چخیل کنگره کنه چکا کنه در کجا میخ همشه میدونه که اینجا را چخیل راست کرده است آیا او ذاتی که ما اتره یک قطره آب راست کرده است او نمیدونه او نمیدونه او میداند احوال ما را زندگی ما را دلای ما را عبادت ما را مقصد ما را همه احوال من ولا یخفا علیه من شیء پوشیده نمیماند بر خداوند هیچ چیز هیچ کار هیچ عمل لیکن مگر الله لا یقبل الله الا ما خلص له همون کاری که خالص بشود برای خدا که احسان همینه معناش امر خداوند قبول نبرای خداوند همه ما و شما را هدایت امیدوار هستم از فضل خداوند اهل علم و فضل زیاد شود خدایا طالب علم را زیاد کنه که در ایگر ما خیلی طالب علم نیست حقیقی طالب علم نیست خواننده حقیقی نیست بسیار مشکل است بسیار ایگر ما پست است جستجوی دین ندارند مردم هیچ جستجوی اسلام ندارند عالم سراغ نمیکنند والله هیچ که سراغ نمیکنند همه روزی که مرد بعدم یک غوب و شو و پوچ دیوانگی میکنه برند مردرک گور میدن الله اکبر بعدی او دیگه هیچ که در کار بلا در کار نیست کفنش پاره کرده از آن هم مردرک پیچون بود در سالی گوریت تبارکش کن نگه تمام شده که برده با کسی تا مرده دیگر هم منتظر شد دوادوی ملاقی هم برای مرده اما کدام کسی حجمه با پشیمون شدن که با جنازه ها موندیم با ایسا کب کردیم یرومن نکیسه مردن توی اسلام عزیز کجا شد احترام علما کجا شد فضل علم باقی نماند برای همین ناکسان طلب علم و جستجوی علم و راه دین معرکه ها به نور و چند معرکه رفتیم شدیم برای عبرت سر را خم کردیم یا چی می گفته باشن هم گاوی ده هم بسته واری معرکه بی نور خوردن حف کردن خیستن و رفتن میگوید مولانا با یک صوفی اولیاء را خدا جنت جاش کنه صاحب مسلک متقین کتابا در پشتش قشلاقا میگشته است اولیاء برای عبرت این اینجا می اومد از یک روز می ایستاده است که خلقی همینجا را می سنجیده است نگه می کرد است با یک روزی با کتاب باشه پوش میکرد دیگر قشلاق خواجه نقشیران این و اون اما دیهنه و تا کجا میگشته است و در یک قشلاق رفته است دو روز ایستاده است هیچ کس پیش هم نآمده است هیچ که نماز طالب که دیره این مردم ندیده است این مردم این بیگاه و این بیخر و بزرگ باید چی گفت است به ایام کهولت مانده‌ام سر در تی تاقی نمیدانم چی گویم من به این گاوان عیلاقی ببین نمیدونم چی بگم من همه گاو گشتن ایدون بی گاو گشتن ایدون بی بز گشتن ایدون بی دنیا شدن یا پیش خدا رفتن فراموش کردن آن کس که حیاتش خور و خواب است زی حیات آن کس همتش خور و خواب است زی حیات حضرت شیخ سعدی میگه کسی که دلش نیتش فقط هم معیشت حاضر در زمان ما چی کلمه مونده است
معیشت کجا اومدی میگه ای معیشت گپ همین نه جو میگه کجا بودی اونجا تشکیلی بود چی تشکیلی بود تشکیلی دین بود تشکیلی نصیحت بود چی بود کدام تشکیل اقام اوقات کردن خوردی همین قد خرسان شدی همین بود خرساندی تو اون کس همتش خرخاب از حیات حضرت شیخ سعدی میگه حیوانی است که بالاش به انسان ماند حیوانی است که بالاش به انسان ماند حیوانی هست که بالاش یعنی روی آدمی و درون او حیوانی حیوان انسان نیست و حقیقی انسان نیست انسان بچی های آدم بچی آدم میشه آدم برای آدم چی فرق داره آدم الله تبارک و تعالی همان کسی رو میگویند آدم کی او فرزند آدم باشد وقتی که انسان از پی دنیا باشد او بنده دنیا هست برای خیلی کتابا عبد دیناری و درهم عبد دیناری و درهم بنده دینار و بنده درهم شبان بروز از دم بی دینار و دینار برای خیلی عبد دیناری و درهم عربای مقال دارن بنده دینار و بنده درهم است حتی مسلمان امروز در سر همون دهقانیش نماز نمیخوانه والله نماز نمیخوانه قدی زن و کودکاش آیا خدا باید کجا ترا برکت بیاره از کجا برکت بیاره در سر کارش نماز نمیخوانه آو رفته ساد است و شکر نعمت خدا را ما الله زیادتر بودیم این زمین خدا این آو خدا ما بنده خدا حالا ایمان مردم روز بر روز ضعیف مگن اموری نعوذ بالله حضرت عیسی بعدی بچه فرو بده یک بار به هم بیننش دیگه رفتیم عیسی را دیدیم همین قبل نمیشینن که حضرت عیسی سخن پیش نماد نمیشینن خطیش که حضرت عیسی سخن پیش نماد همین رفتیم دیدیم بشون لیکن بگن یا ارتیس آوردن انا مونجا تا ساعت 12 یک شوا شماشو بی نور مل بکنم جا میشینم خوشم انا ایمان جای او ایمان ترس و امید جنت کجاست دروغ امید با جنت امید ندارن دروغ است ترسی دوزخ ندارن دروغ است بگه دوزخ میترسی دروغ است برای خرم میگه که هایی که نمیدانم الاو آن طالب نفهمید است که الاو چیه الاو بگو نمیفهمم دیگه یکی الاو نیاری هم یک چوی جوش دست یک بار بزن الاو بگو دیگه 100 بار الاو بگو میگریزه اما کودک میگریزه بگو الاو جز بگو میگریزه لیکن امروز بی نمازی الاو است بگوی 100 میگوی در دل مردم تاثیر نداره که همون زمانی در علاو رفت بعد میگه که گفت حق و دست ما نگرفتی او روز کار دست رفته است کار دست او روز رفته است اگر عمری رفته باز نمیگرده خداوند همه ما و شما را هدایت بکنه مقصوم سبب صحبت و دیداری ما و شما گردید هموطنان عزیز خدا توی شما مبارک تلاوت کنه و برکتانه و بعد